خیلی کوچیک بودم که آقای اومد کرگلیست مسیج میزنم بهش، آره بیا با هم ساز بزن اینا. میگفت میام دنبالت. خب بعد به هیچ کم نگفتم دارم این کارو میکنم، همینجوری رفتم. ماشین اومد دنبالم، یه دونه SUV داغون از آمریکا قدیمی مثل بلیزر و اینا، اصلا قدیمی آمریکایی داغونا بود. پشت ماشینش یه سگ قد از 2 برابر خودم سگ بود، یه سگ هول داشت خودش، اصلا بعضی این کانادایی‌ها بود که عجیب بود، خیلی قیافش عجیب، حرف زدنش عجیب، رفتار درستی نبود. سوار ماشین شدم، یه مسیری بود رفت تا یه جای شهری بود، از یه جای بعد دیگه اصلا فقط توی جاده داغون مثلا باریکی بودیم که توی جنگل رد میشه به جای دور که هر چقدر داشت دورتر میشد من هی داشتم بیشتر میترسیدم که این کجا منو داره میبره. بعد فقط داشتم هی نگاه می‌کردم که اگه بخوام در برم تو ماشین کدوم بر بود. توی راه شروع کرد با اون حرفای اینجوری دادن که مثلا توجه کردی که تابلوها رو عوض میکنن؟ بعد گفتم که منظور چیه تابلو دارم؟ گفت مثلا تابلوی ستارباکس رو دیدی؟ عوضش کردن. گفتم یعنی چی عوضش کردن؟ گفت مثلا ایش رو برعکس کردن، مثلا برداشته بودن. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت این کارو میکنن، گفت بازیشونه با ما. گفتم نمیفهم چی داری. گفت همه این کارو، دنیا کلا یه بازیه و اگه تو دقت کنی یه سری چیزا رو میفهمی که من حالا مثلا بدونم. بعد شروع تعریف می‌کرد که مثلا آقا مثلا ما توی بازی سیمولیشن طوری یعنی اینجوری داشت می‌کرد. بعد منم آردی مثلا عادی بحثا رو دوست دارم، ولی با یه آدمی که اصلا نمی‌شناسم منو برده توی خیابون خیلی عجیب غریب، اصلا خیلی وحشتناک بود. رسیدیم به یه دونه کلبه توری توی صخره و جنگل و اینا، رو با جای خوشگلی بود ولی یه کلبه داغون بود. بعد گفتم که اینجا زندگی می‌کنی و اینا؟ من فکرم نزدیکی. گفت آره اینجا خیلی نزدیکه، اینجا دوست دارم، هیچ کی صدامون رو نمیشنوه و هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم و اصلا هیچ کی دعوامون نیست. و ببین اینا رو داشت میگفت، من داشتم هی وحشت می‌کردم، وحشت می‌کردم. رفتم تو خونه‌اش، خونه داغون اصلا وحشتناک. اینا که تو فیلم‌ها می‌بینی، عین خونه‌ای که تو فیلم‌ها می‌بینی، یه خونه داغون بود و اینا. بعد رفتم توش دیدم ساز و اینا داره، چه قرار بود هم ساز دو ساز داره و اینا. بعد خیلی کر و کثیف و داغون و سازش اینا بود. تهش کاریم نکرد، یعنی واقعا با هم ساز زدیم. آره تهش کاریم نکرد.